بچه ها، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو من قراره که نمونه سوال و نمونه تست از مبحث چگالی فصل اول فیزیک دهم رو براتون کار کنم. پس با من همراه باشید. اولین نکته در مورد نمودار چگالی هست. مثلا یه نمودار بهتون میده M محور ارزها و V محور طولها. نمودار یه خط شیب داره که از مبدا داره رد میشه. یادتون باشه همیشه شیب نمودار میشه تفاضل ارزها تقسیم بر تفاضل طولها. توی ریاضی هم حتما اینو میبینید یا دارید. حالا شما توی فیزیک چی کار میکنین؟ میان نگاه کنین عرض نمودار چیه؟ تقسیم بر طول نمودار کنین، بعدش ببینین که کدوم فرمول فیزیکه. اینجا عرض نمودار من M، طول نمودار من V. پس میشه شیب نمودار M به V. M به V هم که فرمول چیه؟ رو هم یعنی چی؟ چگالی و تمام. خب این تست رو ببینین. دو تا نمودار به من داده، نمودار 1، نمودار 2. نمودار 1 نمودار A و B رو نشون میده، ماده A ماده B. و نمودار 2 ماده C و ماده D رو نشون میده. منتها باید دقت کنیم که این نمودار M به V، این نمودار V به M. خب نکته، توی خطهای ساده مثل این خط که بهشون میگیم خط شیبدار که توی فیزیک 12 فصل اول بیشتر میبینین، از همین الان یاد بگیریم بچه ها. هرچی خط سربالایی تر باشه شیبش بیشتره. الان آ اینجا سربالایی تره، پس شیبش چیه؟ بیشتره. من میگم شیب این نمودار میشه عرض یعنی M تقسیم بر طول یعنی چی؟ V. M به V هم چیه؟ رو. خب پس شیب این نموداره چیه؟ روه. حالا چون شیب آ بیشتر از شیب بیه، پس رو آ بیشتر از رو بیه. می نویسم شیب آ بیشتر از شیب بیه. شیبم که چی بود؟ رو بود. پس من میگم رو آ بیشتر از رو بیه. رو آ بیشتر از رو بی، رو آ بیشتر از رو بی. پس گزینه 2 و 4 همینجا رد میشه. میریم سراغ نمودار 2. نمودار 2 V به M. میگم شیب نمودار میشه عرض یعنی V تقسیم بر طول یعنی M. حالا V به M ببینیم بچه ها عکس روه. فرمول وارونه شده. عکس رو رو می‌نویسیم 1 به رو. این یعنی چی؟ یعنی اگر شیب نمودار من زیاد باشه رو من چیه؟ کمه. شیب نمودار توی این شکل با رو رابطه عکس داره. خب حالا شیب نمودار C بیشتره یا D؟ گفتم هرچی خط سربالایی تر باشه شیبش بیشتره. پس شیب C بیشتر از شیب D'ه. خب شیب بیشتر بود، رو چی بود؟ کمتر بود. یعنی رو C کمتر از رو D و بین گزینه 1 و 3 رو C کمتر از رو D میشه این. رو آ هم که بیشتر بود، پس جواب ما میشه گزینه 3 و اینجا خیلی گرمه. توی تست بعدی نمودار M به V رو برای دو فلز A و B داده و از ما میخواد که نسبت چگالی فلز A به چگالی فلز B کدومه. ببینیم بچه ها، اول که با نمودار مواجه میشین از همین الان که دهم هستین یاد بگیرید. نگاه کنین کله های نمودار چی رو داره میگه و واحدشون چیه. محور ارزها رو داده M بر حسب کیلوگرم، محور طولها رو داده V بر حسب متر مکعب. یعنی هر دو واحد ما اصلی هست. نمودار اینجا که نمودار آ رو محور طولها، این 20 میشه V آ، 45 میشه چی؟ V B. و اینجا که M ما هست برای A و B یکسانه، یعنی M A مساوی M B و مساوی چیه؟ M. حالا فرمولی چگالی هست؟ رو مساوی M به V. یادتون باشه فرمولای فیزیک رابطه مقایسی یا نسبتی دارن، باید شما خودتون بنویسین. چجوری بنویسین؟ میگیم هر کسری این جواب صورت مخرج. جواب کسر با صورت کسر رابطه مستقیم داره، با مخرج رابطه عکس داره. حالا من اینو میخوام رابطه مقایسی بنویسم، چه شکلی می‌نویسم؟
میگم رو تقسیم بر رو مساوی m تقسیم بر m ضرب در v تقسیم بر v. حالا اینجا رو ببینیم بچه ها. گفته رو A به رو B، پس من اینجا رو A میگیرم، اینجا رو B میگیرم. چون رو با M رابطه مستقیم داره، اگر اینجا A اینجا هم میشه چی؟ A، اینجا میشه چی؟ B. ولی با V که حجمه رابطه عکس داره، اگر اینجا A اینجا میشه چی؟ B، اینجا میشه A. حالا MA با MB یکی بود، یعنی نسبتش میشه 1. به جای V A و V B عدد دارم. V B چنده؟ من میگم رو A به رو B مساویه با 1 که هیچی، 1 ضرب در هر عدد میشه خودش. V B هست 45، V A هست 20. این دوتا 9 5 تا 4 5 تا به 5 ساده میشن، این میشه 9، این هم میشه 4. 9 چهارم هم یعنی گزینه 3 و تموم. خیلی خیلی اینا رو بچهای 12 سریعتر حل میکنن، ولی شما که اول راهین سعی کنین فرمول تستی یا مقایسه‌ای رو بنویسین، دونه دونه جایگذاری کنین که دستتون روان بشه. الان یه دانش آموز دهمی این سوال رو تو کمتر از 10 ثانیه حل میکنه. سریع اما که یکی هم وی بی رو میزنه 45، وی آر هم میزنه 20 و حل میکنه و تموم. ولی شما راه حل برین، چون قراره که دستتون فرز بشه. خب بچه ها، شما نباید فکر کنین که فیزیک همیشه تستاش سخته. بین اون 30 تا تست رشته تجربی و یا 45 تا تست رشته ریاضی یه وقتایی تستای آسونی مثل اینو نباید از دست بدین. سراسری ریاضی سال 83 بوده. میگه حجم جسم A 2 برابر حجم جسم B، یعنی V A مساوی 2 تا V B. جرم آن 3 برابر جرم B، یعنی M A ما 3 برابر M B. این شکلی باید بنویسین. چگالی جسم A چند برابر چگالی جسم B، یعنی رو A به رو B رو میخواد. من میگم رو مساوی M به V. این فرمول باید رابطه مقایسه‌ایشو بنویسم، چون گفته چند برابر چگالی A چند برابر چگالی B، یعنی سریع برو فرمول مقایسه. میگم رو M V. حالا اندیسا رو میگم رو A به رو B رو خواسته، پس میزنم A به B. رابطه مستقیم با M داره، پس A B. با V رابطه عکس داره، اگر اینجا A اینجا چیه؟ B اینجا A. خب حالا من چی دارم؟ V A 2 تا V B، یعنی به جای این قرار میدم 2 تا V B. M A 3 تا M B، یعنی به جای M A میذارم 3 تا M B. حالا بچه ها اینجا M B با M B میره، اینجا V B با V B میره. از اینجا میمونه 1 صورت 3 مخرج 2 و جواب 3 دوم. 3 دوم هم یعنی گزینه 2. حالا من دارم حل میکنم و آموزش میدم، یه خورده طولانی میشه، ولی دانش آموزی که کنکوریه این تست رو باید ظرف چند ثانیه جواب بده. خب این تست تقریبا نکته داره. کنکور سراسری رشته ریاضی سال 89 خارج از کشور. میگه جرم 2 کره همگن توپر A و B با هم برابره. یعنی چی؟ M A مساوی M B. شعاع کره A 3 سانتی متر، یعنی R A. R یعنی چی بچه ها؟ شعاع 3 سانتی متر. شعاع کره B 6 سانتی متر، R B 6 سانتی متر. حالا میگه چگالی A چند برابر چگالی B. رو A به رو B علامت سواله. این دوتا جسم کره ان. حجم کره میشه 4/3 پی آر به توان 3 و شما باید یه سری از حجم رو حفظ باشین. توی کنکور 1404 حجم هرم رو آورده بودم. خب من میگم رو مساوی M به V. این فرمول به من میگه رو با M رابطه مستقیم داره، با V رابطه عکس داره.
یعنی من باید اینجا رو اگر می نویسم آ، اینجا آ، اینجا آ، بی بی بی. منتها توی این سوال حجم نداده، شعاع داده بچه ها. اینجا یه نکته بهتون میگم به درد فیزیک 11 خیلی میخوره. من میگم حجم کره میشه 4/3 پی آر به توان 3. این فرمول به من میگه 4/3 که ثابته، پی که ثابته هیچی. این وی کره با آر به توان 3 رابطه چی داره؟ مستقیم داره. وی کره متناسب با آر به توان 3. این علامت به معنی متناسب. آر به توان 3 یعنی شما به جای وی بی به وی آ میتونیم بنویسین آر بی به آر آ به توان 3. یعنی این شکلی میگم رو آ به رو بی مساوی با ام آ به ام بی در به جای وی بی می‌نویسم چی؟ آر بی به توان 3. آر آ به توان 3. دیگه دوبار به توان 3 نمی‌نویسیم. یه پرانتز بزرگ به توان 3. حالا عددا رو قرار میدیم. ام آ با ام بی برابر بود، پس این هیچی 1. به جای آر بی قرار میدم 6. به جای آر آ قرار میدم 3. یعنی این 6 این 3. 6 تقسیم بر 3 میشه 2. 2 به توان 3 یعنی چند؟ 8. 8 هم یعنی گزینه 3. این تست بچه ها شبیه یکی از تمرینای پایانی فصل اولتونه. سراسری ریاضی سال 93. میاد میگه که یک قطعه فلز که چگالیش 2.7 گرم بر سانتی متر مکعب رو میندازه توی یک ظرف پر از الکل. چگالی الکل هم 8 گرم بر سانتی متر مکعبه. حالا به اندازه 160 گرم الکل از ظرف بیرون میریزه. یادتون باشه توی اینجور سوالا حجم اون مایعی که از ظرف بیرون ریخته یا توی تمرین کتاب حجم آب جابجا شده در واقع حجم همون فلزه. اوکی؟ خب میاد از من میپرسه جرم قطعه فلز چند گرمه. من میگم حجم الکل بیرون ریخته از ظرف همون حجم فلز منه. حالا حجم الکل چجوری به دست میارم؟ من میگم فرمول من بوده چی؟ رو مساوی ام به وی. من این فرمول طرفین وسط این کنم وی میشه ام به رو. خب چقدر الکل بیرون ریخته؟ 160 گرم. رو الکل چی بوده؟ 8 گرم بر سانتی متر مکعب. همیشه هم بهتون گفتم توی فرمولا تکلیف واحدا رو مشخص کنین. یا همه اصلی یا همه فرعی. یکی اصلی یکی فرعی اشتباس. ببینین الان اینجا جرم گرمه، رو گرم بر سانتی متر مکعبه. یعنی چی؟ گرم با گرم میره. این حجمی که شما به دست میارین سانتی متر مکعبه. اوکی؟ خب روی الکل 8 دهم. این 10 میره بالا 1600 تقسیم بر 8. 16 و 8 2 تا 0 دارم سانتی متر مکعب. این حجم الکل بیرون ریخته از ظرفه که گفتیم همون حجم فلزه. اوکی؟ حالا جرم فلز خواسته. من اگر این فرمول طرف وسط این کنم M مساوی رو وی. باید ورد زبونتون باشه. واحدا چی هن؟ رو فلز، وی فلز، ام فلز. رو فلز گرم بر سانتی متر مکعب. وی فلز هم که من سانتی متر مکعب به دست آوردم. در واقع الان دارم این با این میره. جرم و بر حسب چی به دست میارم؟ گرم. و سوال هم گرم خواسته. اینا رو خیلی خوب درک کنین، کار کنین که روان بشین، فرض بشین. رو فلز 2.7. وی فلز 200. 2 تا 27 تا 2 تا 20 تا میشه 40 تا.
2 هفتم 14 تا با 40 میشه 54. یه صفر میره یه صفر میمونه. جواب میشه 540 گرم و گزینه 1. این سوال جز سوالات خوب و نکته داره. خب بچه ها، برای اینکه ویدیو طولانی نشه تو جلسه‌های بعدی باز نمونه سوالای بیشتر کار میکنم. بماند که اینجا خیلی گرمه.